اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله. برادران عزیز مهربان، آموزش زبان عربی امروز درس پنجم را برای شما دوستان پیشکش میکنیم که حالا ما در قسم شناسایی با حرف های عربی هستیم، یعنی شناسایی با الفبای عربی که در درس های گذشته بیان کردیم الفبای عربی را و حرکت هایی که در زبان عربی هست، یعنی زبر و زیر و پیش. و در اول کلمه اگر حرف عربی بیاد به چی طور نوشته می شود بیان کردیم و در وسط کلمه بیاید چی طور نوشته می شود الحمدلله آن را هم بیان کردیم. امروز در درس پنجم بنده می خواهم برای شما حرف های عربی در آخر کلمه بیاید. مثلا کلمه نوشتنی باشیم، در آخرش حرف عربی را چی طور نوشته می شود آن را بیان بکنم. خب دوستان عزیز، این رسمی که حالا شما می بینید این حرف های عربی هست، یعنی الفبای عربی. البته اینها را دیگر فکر می کنم که شما می شناسید و آن خطی که در بالای اینها با رنگ سرخ نوشته شده است آن را هم دیگر می دانید که زبر است، یعنی فتحه. دوستان عزیز، این حرفی که حالا می بینید این حرف الف هست. در آخر کلمه وقتی که حرف الف بیاید به این شکل نوشته می شود. و یا که در درس گذشته هم گفتیم در وسط کلمه و در آخر کلمه الف به این شکل نوشته می شود. باز تکرار میکنیم که 6 حرف هست که با حرف های بعدیش نمی چسبند. یکی از اونها حرف الف هست که در وسط و در آخر به این شکل نوشته می شود. خوب دقت دهید، یعنی به این شکل نوشته می شود، چی بالاش همزه داشته باشد و چی نداشته باشد به این شکل است. این حرف با هست، با یعنی حرف ب در آخر کلمه به این شکل نوشته می شود. ببینید ب زبر با. این حرف تا هست، ت زبر تا، ث زبر ث. ببین همچنانی که بیان کردیم این 3 حرف خانه‌اش یک هست، تنها نقطه ها هست که اینها را جدا میکنند. ب ت ث خانه هاشون یک، تنها نقطه ها جدا میکنند. این حرف جیم است. در آخر کلمه جیم به این شکل نوشته می شود. جیم زبر جا، ح زبر ح، خ زبر خ. ببینید جیم ح خ خانه هاشون چی است؟ یک است. تنها این را هم نقطه جدا میکنند. دال زبر دا، این حرف دال است. دال زبر دا، در آخر کلمه دال به این شکل نوشته می شود. ذال زبر ذا، ذال هم به مثل دال نوشته می شود لیکن در بالایش نقطه هست. را زبر را، ز زبر زا. وین را و زا هم یک هستند، تنها در بالاشون چی هست؟ نقطه هست. باز میگوییم همچنانی که گفتیم 6 حرف در زبان عربی هست که با حرفای بعدیش نمی چسبد، آنها می باشد الف و دوم حرف دال و سیوم حرف ذال و چهارم حرف را و پنجم حرف زا. این 5 حرف با حرفای بعدیش نمی چسبد.
چی در اولی چی در وسط کلمه بیاید به همین طریق نوشته می شود و در آخر کلمه هم بیاید به همین طریق نوشته می شود. این حرف سین است. ببینید سین در وسط کلمه به این طریق می آید. در آخر کلمه حرف سین به این شکل نوشته می شود. سین زبر سا، اینش حرف شین، شین زبر شا. باز هم گفتیم سین از شین تنها نقطه ها است که فرق می کند در نوشت، یک هستند و در بالایشان حرف شین 3 نقطه دارد. صاد زبر صا، ببین صاد در آخر کلمه به این شکل نوشته می شود. صاد زبر صا، اینش حرف ضاد، ضاد زبر ضا. صاد و ضاد هم یک شکل تنها نقطه هست که این را به ما معرفی می کند. این حرف تا، اتقه، تا زبر و تا، حرف تا در آخر به این شکل نوشته می شود. تا زبر و تا. اینش حرف ضا زبر و ضا. تا و ضا هم یک خیل هستند و تنها نقطه دارد حرف ضا. این حرف عین، عین زبر ع، عین در آخرش به این شکل نوشته می شود. عین زبر ع. اینش حرف غین، غین زبر غا. ببین حرف عین و حرف غین یک شکل هستند، تنها در بالایشان در بالای غین نقطه است، در بالای عین نقطه نیست. ف زبر فا، ف زبر فا، این حرف فا است. در آخر حرف فا به این شکل نوشته می شود. و این حرف قاف، قاف زبر قا. ببین برادران، در درس گذشته گفتیم در اول کلمه حرف فا و حرف قاف خوانشان یک می شود و در وسط کلمه هم حرف فا و حرف قاف خوانشان یک می شود، اما در آخر کلمه خانه فا از خانه قاف فرق دارد. ببینید حرف فا به این شکل نوشته می شود و حرف قاف به این شکل در آخر کلمه. قاف زبر قا. این حرف کاف است. در آخر کلمه کاف به این شکل نوشته می شود. کاف زبر کا. این حرف لام هست. لام زبر لا. در آخر کلمه لام به این شکل نوشته می شود. میم زبر ما. این حرف میم. میم در آخر کلمه به این شکل نوشته می شود. میم زبر ما. این حرف نون هست. نون زبر نه. باز هم میگوییم همچنانه که در درس گذشته گفتیم خانه با، تا، ثا، نون، یا یک رنگ می شوند، بگیم یک شکل می شوند. در اول کلمه یک رنگ می شوند، یک شکل، و در وسط کلمه هم این 5 حرف خانش یک می شود، اما در آخر کلمه چی؟ تغییر می دهد. در آخر کلمه دیگر خیل است. ببین حرف نون به این شکل است. نون به این شکل نوشته میشه در آخر کلمه، اما حرف با به این شکل. ببین حرف با، تا، ثا به این شکل هستند که فرق میکنه خانه هاشان. حرف نون در بالاش یک نقطه دارد و این در خطی در بالاش بوده زبر یعنی فتحه. نون زبر نه. و این حرف واو هست. واو زبر و. ببین واو در آخر به این شکل نوشته می شود. همچنان گفتیم 6 حرف در زبان عربی هست که به حرفای بعدیش نمی چسبد. اونها چی بودن؟ آفرین. الف، دال، ذال، را، زا، واو. این 6 حرف هست که در آخر کلمه و در وسط کلمه، در میان کلمه اگر بیاید به یک شکل نوشته می شود. واو زبر و. این حرف ها است. ببین ها در آخر کلمه شکل دیگر می گیرد. ببین ها زبر ها، این شکل آخری حرف ها است. هی هوتی بگیم هی آزاد به این شکل نوشته می شود. ه زبر ها. و این حرفی یا است. یا زبر یا. و در آخر حرف یا که بیاید به این شکل نوشته می شود و در پایانش و در زیرش 2 نقطه می گیرد. ببینید یا زبر یا.
این هست برادران عزیز و مهربان شکل حرفهای عربی در آخر کلمه. امیدوار هستم که این درس ها را شما عزیز می‌دانید و دقت می‌دهید، به منفعت خود حفظ میکنید و البته را خواننده و داننده کلام رب العالمین میشوید. این هست درس پنجم زبان عربی و در اینجا درس خود را به پایان میرسانم و الله جل جلاله یار و مددگار شما دوستان باشد و ذهن شما را قوی و برا و ذکی بگرداند تا اینکه این درس ها را حفظ بکنید و خواننده قرآن عظیم شان شوید و خواننده کلام رب العالمین قرآن عظیم شان باشید. البته را برای مسلمان از این دیگر بالا نیست که از این دیگر نعمتی بالا نیست که فهمنده قرآن باشد، فهمنده سخنان الله پاکی که خلقش کرده است آن باشد، آن را بفهمد که آن خدا برای چی خلقش کرده است و برای چی به دنیا آورده است. خب دوستان خدا، الله یار و مددگار شما باشد و در اینجا درس را به خاتمه به آخر میرسانیم. خدا نگهبان و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.